گریه‌های جانسوز آریانا سعید به خاطر اسیب که اصلا باورتان نمی شود. آیا اسیب به سرطان مبتلا شده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ آریانا سعید در کشور ترکیه و خسارات انگفت مالی در این کشور با آریانا سعید. اما چرا؟ آریانا سعید چرا دیگر آهنگ جدید نسروده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید یکی از هنرمندان خوش صدای افغان، صدای سریلا، آواز ماندگار در هنر موسیقی افغانستان بوده است. آریانا سعید علاقه‌مندان و طرفداران هنری بیشماری در افغانستان و خارج از مرزهای افغانستان داشته است. آریانا دوست دارد آهنگ‌های عاشقانه و میهنی بسراید. همیشه در دفاع از حقوق زنان افغانستان مبارزه کرده است. جدیدا نهاد بزرگی در امریکا ساخته است و برای دفاع از حقوق زنان با سازمان ملل همکاری داشته است. آریانا سعید چند قبل سفری به کشور استرالیا داشت و کنسرت‌های بزرگ در این کشور برگزار کرد که مورد حمایت و تشویق فراوانی قرار گرفته است. آریانا سعید اکنون دوباره به ترکیه برگشته است و می‌خواست در کشور ترکیه دوباره برندی از لباسهایش را بسازد، اما با خیانت مردم ترک مواجه شده است و قسمتی از سرمایه‌اش را از دست داده است. و اسیب نامزد آریانا سعید به خاطر تشویش‌های فراوان دچار سرطان شده است و در بزرگترین شفاخانه در انقره بستری است. من آرزوی شفایابی برای اسیب سعید از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر، ایک از شما خوبان را بلای منان سپرده موفق و کامگار باشید.